وبسایت یزدان ایرانیان تقدیم می کند. زبان برنامه نویسی پایتون چیست؟ هنگامی که برنامه نویسان یا کدنویسان بالقوه شروع به یادگیری زبان برنامه نویسی می کنند، یکی از سوالات متداول آنها این است که زبان برنامه نویسی پایتون چیست؟ این یک سوال معتبر است با توجه به اینکه بسیاری از زبان‌ها از جمله پایتون برای ایجاد برنامه‌های وب و سایت‌های پیچیده همراه با زبان‌های دیگر به کار می‌روند. ارائه یک معرفی کوتاه در مورد زبان برنامه‌نویسی پایتون به هر برنامه‌نویس بالقوه‌ای کمک می‌کند تا این زبان و دلیل مفید بودن آن را درک کند. پایتون چیست؟ پایتون یک زبان برنامه نویسی منبع باز است که سطح بالایی دارد و به عنوان یک زبان برنامه نویسی برای رسیدن به اهداف عمومی کار می کند. اغلب زبان برنامه نویسی پایتون با زبانهای برنامه نویسی چون روبی، جاوا اسکریپت و اسکیم مقایسه می شود. آنچه پایتون را از سایر زبانهای برنامه نویسی متمایز می کند این است که استفاده از آن ساده است. می تواند به یک مبتدی آموزش داده شود، در مورد هر برنامه‌ای هم راهگشا باشد. همچنین زبان برنامه نویسی پایتون در سیستم عامل‌های فعلی از جمله مک، ویندوز و لینوکس قابل اجراست. این زبان همچنین یکی از قدرتمندترین زبان‌هایی است که یک برنامه نویس می‌تواند از آن استفاده کند و کدنویسی آن به ترتیب 3 و 5 برابر سریعتر از زبان‌های برنامه نویسی جاوا اسکریپت و C++ است. برنامه پایتون یک زبان اسکریپت نویسی است که می‌تواند برای توسعه نمونه‌های اولیه، کدنویسی وبسایت‌ها و برنامه‌ها، پردازش تصاویر، داده‌های علمی و موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرد. این برنامه را می‌توان در موتور جستجوی گوگل، پینترست، دیزنی، ناسا و موارد دیگر یافت. برنامه پایتون برای سهولت استفاده و سرعت شناخته شده است و پیچیدگی کمتری نسبت به روبی و سایر زبانهای برنامه نویسی مشابه را داراست. از آنجایی که این برنامه به صورت منبع آزاد است، از محبوبیت زیادی در بین توسعه دهندگان و برنامه نویسان برخوردار است و امروزه همچنان برنامه اصلی اکثر وبسایت‌های فعال در اینترنت می باشد. نرم افزار پایتون رایگان بارگیری می شود و تقریباً در هر نوع سیستم عامل قابل دسترسی است. این مجموعه با یک کتابخانه استاندارد بزرگ همراه است که به وسیله آن به راحتی می توانید کارهای ساده‌ای مانند خواندن، اصلاح فایل‌ها و اتصال به سرورهای وب و دیگر موارد را انجام دهید. این نرم افزار همچنین میتواند به عنوان یک آغازگر برای برنامه نویسان علاقه‌مند به یادگیری روبی یا جاوا که هر دو پیچیده تر هستند اما ویژگی‌های مشابه با پایتون دارند باشد. این نرم افزار همچنین به منظور جلب سریع خطاها، پاک کردن و اشکال زدایی کدها ایجاد شده است و شامل ویژگی‌های پیشرفته برای ساده‌سازی فرایند برنامه نویسی میباشد. برنامه نویس پایتون چه کاری انجام می دهد؟ یک برنامه نویس پایتون می تواند در صنایع مختلف و با شرکت‌های مختلف کار کند. در سال 2014 شرکت‌های مانند نوکیا، IBM، گوگل و دیزنی همه در جستجوی برنامه نویسان با تجربه پایتون بودند تا به آنها در برنامه‌های وب و توسعه چارچوب کمک کنند. از این نظر پایتون کاملاً با جانگو کار می‌کند که به عنوان سیستم چارچوب پایه‌ای که پایتون بر اساس آن کار می‌کند عمل می‌نماید. پایتون همچنین برنامه‌هایی را برای اسکریپت محصولات مبتنی بر وب با درجه حرفه‌ای فعال می‌کند. برنامه نویسان پایتون همانطور که روز به روز رشد می‌یابند، چشم‌اندازهای اقتصادی بیشتری نیز پیدا می‌کنند، زیرا استفاده از این زبان شامل تمام هزینه‌های توسعه نرم افزار و وب می‌باشد.
ویژگی‌های زبان برنامه‌نویسی پایتون. در حالت کلی، ویژگی‌های زبان برنامه‌نویسی پایتون شامل مواردی به شرح زیر می‌باشد. شماره 1. قابل خواندن. پایتون یک زبان برنامه‌نویسی با قابلیت خواندن آسان است. شماره 2. آسان برای یادگیری. یادگیری پایتون آسان است، زیرا این یک زبان برنامه‌نویسی رسا و سطح بالا است، به این معنی که درک زبان برنامه‌نویسی پایتون آسان و بنابراین یادگیری آن نیز آسان میباشد. شماره 3. کراس پلتفرم. زبان برنامه‌نویسی پایتون قابلیت دسترسی بالایی دارد و میتواند در سیستم عامل‌های مختلف مانند مک، ویندوز، لینوکس، یونیکس و غیره اجرا شود. این باعث می شود که یک کراس پلتفرم و یک زبان قابل حمل باشد. شماره 4. منبع آزاد. پایتون یک زبان برنامه‌نویسی منبع باز است. شماره 5. کتابخانه استاندارد بزرگ. پایتون دارای یک کتابخانه استاندارد بزرگ است که دارای چند کد و توابع مفید می باشد که می توانیم هنگام نوشتن کد در پایتون از آنها استفاده کنیم. شماره 6. رایگان. پایتون برای بارگیری و استفاده رایگان است. این بدان معناست که می توانید آن را به صورت رایگان بارگیری کرده و در برنامه خود استفاده کنید. زبان برنامه‌نویسی پایتون نمونه ای از فلاس فری لیبره اوپن سورس سافت‌ور است، به این معنی که شما می توانید نسخه های این نرم افزار را آزادانه توزیع کنید، کد منبع آنها را بخوانید و آنها را نیز اصلاح کنید. شماره 7. پشتیبانی از مدیریت استثناها. اگر تازه کار هستید، ممکن است تعجب کنید که یک استثنا در کدنویسی چیست. استثنا یا اکسپشن رویدادی است که میتواند در هنگام برنامه‌نویسی رخ دهد و جریان طبیعی برنامه را مختل کند. پایتون از مدیریت استثنا پشتیبانی میکند، به این معنی که ما میتوانیم کد مستعد خطا را بنویسیم و سناریوهای مختلفی را آزمایش کنیم که بعداً باعث استثنا شوند. شماره 8. ویژگی‌های پیشرفته. زبان برنامه‌نویسی پایتون از ژنراتورها و درک مطلب پشتیبانی می‌کند. برای درک بهتر این مطلب می‌توانید به منابع مربوطه مراجعه کنید. شماره 9. مدیریت خودکار حافظه. زبان برنامه‌نویسی پایتون از مدیریت خودکار حافظه پشتیبانی می‌کند که به معنای پاک شدن و آزادسازی حافظه به صورت خودکار میباشد که نیازی به زحمت برای پاک کردن حافظه نیست. سخن آخر. پایتون برای یادگیری یک زبان برنامه‌نویسی آسان اما قدرتمند است و می‌تواند به برنامه‌نویسان کمک کند تا در بخش کدنویسی کار و پیشرفت پیدا کنند. اکنون که به پرسش زبان برنامه‌نویسی پایتون چیست پاسخ داده شد، گام بعدی استفاده از منابع رایگان موجود در اینترنت برای شروع یادگیری پایتون است. شما عزیزان میتونید برای دریافت اطلاعات و مقاله‌های بیشتر به سایت www.yazdaniranian.ir مراجعه نمایید.